سلام، من آناهیتام. خوشحالم که توی این برنامه قرار مهمون آشپزخونه من باشیم. امروز قراره که با همدیگه این منوی اصیل قزوینی رو درست کنیم. برای پیش غذا دویماج قزوینی و برای غذای اصلیمون قراره که قیمه نثار درست کنیم. برای دسر هم دسر مشکوفی قزوینی. برای اولین قسمت آموزشمون که پیش غذامونه میریم سراغ دویماج قزوینی. مواد مورد نیاز این پیش غذا: نان قزوینی خشک، سبزی خوردن، پنیر لوان، گردو، نعنای خشک، پیازداغ، آب یا دوغ به سلیقه خودتون. در ابتدا نونهای قزوینیمون رو داخل یک کاسه بزرگ خورد می‌کنیم. بعد از اینکه نونهامون رو ریز خورد کردیم با آب مرطوبشون می‌کنیم. البته شما می‌تونین این کار رو با دوغ هم انجام بدین. بهتره که نونا رو از یک روز بعد خیس کنین و بذارین که بمونه تا قشنگ آب به خوردش بره. توی این مرحله نونام رو میذاریم کنار تا قشنگ خیس بشن و سبزی خوردن آب میکنیم. حالا گردوهامون رو خورد میکنیم. تو خورد کردن گردوها خیلی مهمه که گردو خیلی پودر نشن. باید قشنگ دونه هاش زیر دمگین احساس کشه. سبزی و گردومون رو که خورد کردیم، وقت اینه که پنیرمون رو داخل یک کاسه یا رنده کنیم یا به کمک چنگال یا دست خوردش کنیم. بعد از اینکه پنیراتون کاملا خورد شد، وقت ایده که گردو رو اضافه کنیم. خب حالا پنیرمون که مخلوطش کردیم با گردو رو میذاریم کنار. نونامون که خیس خورده قشنگ رو میاری تا مواد رو بهش اضافه کنیم. پیاز داغ رو من از قبل درست کردم. شما اگر داخل سبزیتون پیازشه داشته میتونین که پیاز داغ رو حذف کنین، ولی من ترجیح دادم که هم پیاز داغ بریزم و هم پیازشه. تنها نکته پیاز داغتون هم اینه که در هنگام سرخ کردنش لازمه داخلش زردچوبه بزن. اول پیاز داغمون رو اضافه میکنی، بعد سبزی هامون رو بهش اضافه میکنی، در نهایت هم مخلوط پنیر و گردو و نعنا خشکمون رو، همه مواد رو خوب با هم میزنیم تا کاملا منسجم و مخلوط بشه. خب حالا که کاملا مخلوط شدن و به بافت مورد نظر ما رسیدن، وقت اینه که بهش طعم بدیم با نمک. البته میزان نمکی که استفاده میکنین خیلی ارتباط داره با میزان نمک پنیرتون. پس بهتره قبل از اینکه نمک رو اضافه کنین مقداری بچشید، بر طبق اون نمکتون رو اضافه کنین. این پیش غذا در حالت اصیلش به صورت مشته سرو میشه، ولی من تصمیم دارم که از قالب استفاده کنم. این هم نتیجه پیش غذای جذابمون که سرد سرو میشه و خیلی ساده و خوشمزه است. خب بریم سراغ غذای اصلیمون، یعنی قیمه نثار. برای تنگ این غذا احتیاج داریم به زرشک شنچور شده، خلال پسته،
زعفران دم شده، گلاب، 250 گرم گوشت گوسفندی یا گوساله، خلال بادامی که از چند ساعت قبل داخل گلاب خیس شده، خلال پوست پرتقال یا نارنج، چوب دارچین و دانه هل، 4 قاشق غذاخوری رب گوجه فرنگی و مثل همه غذاهای ایرانی پیاز. با خرد کردن پیازامون به صورت نگینی ریز شروع می‌کنی. من همیشه برای اینکه گاز پیاز چشممو اذیت نکنه سعی می‌کنم که یه نیم ساعت پیازمو پوست بکنم و داخل فریزر قرارش بدم. پیازمون رو داخل روغنی که از قبل گرم کردیم سرخ می‌کنی. وقتی که پیازا تو مقداری سبک شد، ادویه‌ها یعنی زردچوبه، پودر سیر و پودر پیاز رو بهش اضافه می‌کنی. حالا گوشتمون رو به پیازها اضافه می‌کنیم تا تفت بخوره و از خامی در بیاد. بعد از اینکه بوی خامی گوشتاتون گرفته شد، رب رو بهش اضافه می‌کنیم. تو همین مرحله که رب‌ها قراره سرخ بشن و رنگشون عوض بشه، فلفل سیاه رو هم بهش اضافه کن. بعد از اینکه رنگ ربتون آزاد شد، به میزان لازم که روی گوشتاتون رو بپوشونه آب بریزید و اجازه بدید که برای حداقل 2 ساعت گوشت‌ها بپزن. یکی از طعم‌دهنده‌های اصلی این غذا دونه هل و چوب دارچینشه. ولی از مشکلاتش اینه که بعد از پخت ما می‌خوایم اینا رو از داخل غذا در بیاریم. من برای راحت‌تر شدن کارم از این کیسه‌های کوچیک چایی استفاده می‌کنم. تو این مرحله کیسه‌ای که داخلش چوب دارچین و هل بود رو اضافه می‌کنیم به گوشت در حال پختمون. وقتی از پخت گوشتمون مطمئن شدیم میتونیم نمک رو بهش اضافه کنیم. تا مواد گوشتیمون آماده بشه میریم سراغ نثار این غذا که بخش اصلیش هم هست. در ابتدا لازمه که پوست پرتقالمون رو چندین بار داخل آب جوش بجوشونیم و آبش رو خالی کنیم که تلخی پوست گرفته بشه. پوست پرتقالمون آماده شدن، خلن‌های بادوممون رو هم از گلاب جدا کردیم و حالا همه مواد آماده اینن که بخوایم با کره تبرشون بدیم. تو این مرحله بعضیا ترجیحشون اینه که بخوان تمام مواد رو جداگانه سرخ کنن و جداگانه سرو کنن روی غذاشون. ولی به شخص خود من ترجیح میدم که موقع سرخ شدنشون تمام این مواد با هم مخلوط بشن و طعم‌هاشون به خورد همدیگه بره. بریم برای سرخ کردنش. اول از همه خلال‌های پوست پرتقالمون رو اضافه می‌کنیم. بعد از اینکه مقداری تفت خوردن، زشک رو به همراه مقدار خیلی کمی شکر بهش اضافه می‌کنیم و در انتها هم خلال بادوم و خلال پستتون رو اضافه می‌کنیم. یکی از رازهای خوشمزه تر شدن قیمه‌نثارتون میتونه این باشه که تو این مرحله چند قاشق زعفران دم شده بهش اضافه کنی. نصف نثاری که آماده کردین رو داخل مواد گوشتیتون بریزید. برنج رو هم آبکش میکنیم و منتظر میمونیم تا حاضر بشه تا بریم برای سرو قیمه‌نثار خوشمزمون. خب غذا اصلیمون هم آماده است و باید سروش کنیم. اول یه مقداری از برنجتون رو زعفرونی کنی. خب برنج زعفرونی هم آماده است، بریم مرکزینش. تزیین این غذا سلیقه‌ایه. بعضی‌ها گوشت رو بعد از اینکه یک لایه برنج ریختن میریزن و روش دوباره برنج میریزن. بعضی‌ها مثل من گوشت رو روی آخرین لایه برنجشون قرار میدن.
یک غذای با اصالت خوشمزه. همونطور که قبلا هم گفتم قراره که برای دسر مشکوفی قزوینی درست کنیم. برای این دسر احتیاج داریم به 3 لیوان شیر، 6 قاشق گل نشاسته، 1 قاشق غذاخوری کره و 9 قاشق غذاخوری شکر. همچنین گلاب، زعفران دم شده و وانیل که دل بخواهی هستش. در ابتدا شیرمون رو داخل ظرف می‌ریزیم و نشاستمون رو به آرامی بهش اضافه می‌کنیم و هم می‌زنیم. انقدر موادمون رو هم میزنیم تا کاملا یک دست بشه و بعد از اون به روی شعله منتقلش میکنیم. تو این مرحله خیلی مهمه که مخلوط شیر و نشاستتون رو مدام هم بزنین که نشاسته ته نگیره. وقتی که شیر به جوش اومد، نوبت اضافه کردن شکر میرسه. شکر رو هم مجددا هم بزنید تا به خوبی حل بشه. قبل از این که مواد خودش رو بگیره و غلیظ بشه، باید گلاب و زعفرون و وانیل رو بهش اضافه کنیم. در آخرین مرحله هم کره رو اضافه می‌کنیم و مجدد خوب هم می‌زنیم تا به خوبی حل بشه. همونطور که در تصویر هم مشاهده می‌کنین کم کم داره غلیظ میشه و خودش رو میگیره. وقتی که به این بافت رسید میتونین سربش کنین. حالا چه در کاسه بخوایم بریزیم و یا چه قالب. بعد از اینکه داخل ظرف سربتون ریختین، داخل یخچال قرارش میدین. دسری که داخل کاسه ریختیم که به محض سرو قابل خوردن هستش. ولی دسری که قالب زدیم باید 30 الی 60 دقیقه داخل یخچال استراحت کنه و بعدش میتونین روی ظرف سروتون برگردونینش. برای تزیین من پودر گل محمدی و خلال پستو بادام رو انتخاب کردم. شما هم میتونین به سلیقه خودتون تزیینش کنین.
اینم از نتیجه سفره اصیل ایرونی ما. امیدوارم که درست کنیم و لذت ببری. ممنونم که تا اینجا با من همراه بودین. به امید دیدار.